به همین سادگی با خمیر هزارلا یه شیرینی خوشمزه و مجلسی درست کن. نوش جونتون. خمیر هزارلایی رو که از قبل از توی فریزر در آوردیم و یخش باز شده رو با هر قالبی که دم دست داشتیم اونو قالب میزنیم و داخل کاپ هامون قرار میدیم. با مغز دلخواهمون اونو پر میکنیم و کره آب شده رو روش میریزیم و داخل فر قرار میدیم. وقتی که شیرینیامون طلایی شد و پخته شد اون از فر در میاریم و شربتی رو که از قبل درست کردیم روش میریزیم و میذاریم تا شربت قشنگ به خورده شیرینیامون بره. این شیرینی بسیار خوشمزه، ساده و مجلسیه. حتما درست کنید و انشاءالله از خوردنش لذت ببرید. نوش جونتون.